با کسی که تابع مادرش ازدواج نکنید. با انسان شکاک ازدواج نکنید. با کسی که همش دستور میده ازدواج نکنید. با کسی که در تماسهای تلفنیش مدام از مسائل جنسی حرف میزنه ازدواج نکنید. با معتادی که به خاطر تو میخواد ترک کنه، نه اینکه خودش قبلا ترک کرده ها، به خاطر تو میخواد ترک کنه ازدواج نکنید. با کسی که بیشتر شبیه جنس توه تا جنس خودش. با کسی که تابع مادرش ازدواج نکنید. با کسی که خسیسه ازدواج نکنید. با کسی که در کمتر از 3 ماه بیش از 14 بار با شما درگیری داشته. با کسی که مدام با خانواده خودش سر جنگ داره ازدواج نکنید. و با انسانی که رفیق بازه ازدواج نکنید.